اصلا باید وقتی پلیس را میبینی باید آدم احساس امنیت کند. اما این دغلی و بدگفتاری پلیس های تاجیک رو که وقتی میبینی آدم احساس امنیت نمیکند. مثلا مردم بیچاره را به هیچی هم جنایت میکنن، هم دست سرش بار میکنن، ماشینا میره هیچ مسئول. اکمونات نسبت ما اگه خیلی نشده کارای بزرگ نشده. در میرسه که شکایت میکنی همون با شکایت میرسن. مثلا چی کاری که پرابلم مثلا چی کاری باید داری اگر پرابلمی که شدگی مثلا باید حل میکنم کاری خودم مثلا غلطی دگی مثلا دمی میلیسه مثلا کم ترم کار بری و مسئله زندگی کتی رفتیم حل میکنم همه کار برا میبینم. پلیس های تاجیک بارش و سیتانیشان هم معروف شدند، هم از راننده ها میگیرند بخصوص پلیس های راه و هم از خارجی ها. مثلا دوستان خارجی زیاد دارم که آنها میگویند که وقتی از راه ها میگذرند پلیس ها اونها رو گیر میدهند و آنها رو زیاد اذیت میکنند و از آنها پول میخواهند و به هر بهانه‌ای از آنها حجت طلب میکنند. صفش کمتر کنه. همین قبل حساب بسیار یک اندوسپورو میروم. خیلی کار کنه. участковый منطقه‌ای و вообще کار نمیکنن. باید هر یک آدم بشناسن. هر یک همون участкаш باید همه چی سر میذاره منطقه‌ای. یکی هم خوب 5-6 نفر نمیشوشه کی آدم. کیه ای آدم؟ نمیپرسد تو کی نیست. پسند هم نمیکنه. بازی هم خیلی زمانش شده. یکم بار کارتون نفتید است؟ چند بار؟ چقدر شما قبول کردن؟ قبول میکنن بعد گپ گوش نمیکنن. برای می آدم ها سرخنک دلخنک نمیکنن با من اسم رو دیا. راستی گپ. خیلی معلومه آخی.